سلام خدمت دوستان و همراهان پیج آیفون مانی. دوستان مثل کار ظرفیتی سریمو میبینی که دستگاه اینجا قرار میگیره، نزدیک 15 سانت فوم پلی‌اتن آگوستیکین برخورده و همچنین و دوستان دستگاه اینجا قرار میگیره. فنای دستگاه اینا ما محفظه گرم و سرد از هم جدا کردیم و اینو جدا کننده هست که اندازه فن خود مشتری اونجا دیگه درش میاره، به راحتی بریده میشه. اینم که مخزن کولینگمونه، پد خشکمونه و خیلی از بچه‌ها سوال کرده بودن که وزنن چجوریه. دوستان از لحاظ وزنی این گالوانیزه است، نزدیک 4 تایی است ولی نزدیک 40 تا 45 کیلو بیشتر وزن نداره. شامل 4 تا تکه میشه و به راحتی میشه جابجاش بکنی که سرهم کردنش هیچ کاری نداره. برای یه نبشی میذاری روش، نبشی پیچ میدی. اینم یه تکه، 2 تکه، اینم یه تکه که کلا مجموعا 4 تا تکه میشه. که اینم پد سلولوزی خنک کنندگیش هست. دوستان سوالی که بودن داره در خدمت هست. دوستتون دارم، به امید دیدار.